ماشطه بیبی هم مبارک شهید شد و شهادت رسید. پس از اون نمبر آسیه بی بود که با اون چی تکلیفاتی بنابراین تقدیر ماشطه بیبی دفن میشه. دفن شد در کجا؟ در زمین مصر. در زمین مصر دفن شد. نوی تفسیر دور منصور مبارک نوشتن جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و با معراج میرفت و معراج رفت و بیت الله شریف براق آمد، جبریل علیه السلام آمد در نزد زمزم، در نزد آب زمزم قلب مبارک شق شد و دل مبارکش در تشت طلا با آب زمزم شست. پس دل ایجا داخل کرد و دوخت او بخیر شروع شد. از یاری پرواز شروع شد. با کجا میره؟ با کوی تور میته. کوی توری موسی علیه السلام 2 رکعت نماز میخوانه. بعد مولدی چی میره؟ بعد مولد عیسی علیه السلام میره. کمدام جا که عیسی علیه السلام مریم بیبی عیسی علیه السلام مبارک پیدا شده. بعد کجا میره؟ بیت المقدس میره. بعد کجا میره؟ بعد با صخره میره. صخره سنگ است ما بین آسمان و زمین. با صخره دیگه به طرف آسمان ها رفتن. امام الانبیاء محمد رسول الله به سفر می رود. خوب یادرای محترم از اینجا کمی براق روان شد در مصر به یک منطقه رسید که با کویتور میرم یک جای خوشبو شد. اقا خوشبو و معطر شد. اقا معطر رسولت فرموده ای جبرئیل چی به جنت رسیده؟ گفت نه یا رسول الله صلی الله علیه و خانم زمین است، زمین مصر است. جنت کجاست؟ گفت بسیار دور. گفت ای جبرئیل همین خوشبویی از چی است؟ گفت یا رسول الله این خوشبویی بیبی ماشطه است. این خوشبویی بیبی ماشطه است که مصر از مصر بالا میشه. این خوشبویی خداوند میره که معطر گشتانده این خوشبویی بیبی ماشطه است که بالا در سفر معراج مبارک. بیادرای محترم خلاصه ایمانی بود. الحمدلله مولود شریف بسیار مولودها کردیم. خدا علی به ما و شما تقوا نصیب کنه. امی قل ولا و امی احد و امی الله الصمد و امی لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه و آله شما وفا کرده به ما و شما آورده. خدا علی بر ایمان عمل نصیب کنه که ما عاشق رسول الله صلی الله مبارک جور شد. بیادرای محترم قل هو الله احد. بگو الله جل جلاله احد. الله الصمد. الله جل جلاله بی حاجت است. به هیچ کس محتاج نیست. معنای دیگه چی میکنم؟ من یحتاج الیه فی الامور کلها. امی خداوند ذات است که احتیاج میشود در امور کلها، در همه کارها به او چی مخلوق محتاج باشه. اینی صمد اینی معنایش است که در همه کارها مخلوق به او محتاج باشه. این چی است؟ این معنای صمد. لم یلد نه از او کسی پیدا شده ولم یولد و نه او از کسی پیدا شده. چی مانا؟ نه شریک ادنا داره که بچه و نه شریک اعلا داره که پدر. ولم یکن له او نیست له برای الله پاک کفوا برابر احد هیچ کس در یدو برابر نیست. اعلا شریک خدا را نیست، ادنا شریک خدا را نیست، برابر شریک خدا را نیست. مومن مسلمان شما خبر شوید. اگر کسی برش پدر گرفت قبول نکنه، دروغ میگه. اگر کسی برش بچه گرفت مثل چی؟ مثل نصرانی آوری عیسی علیه السلام عزیر ابن الله میگه ایرا قبول نکنه. خداوند متعال میگه چرا؟ اعلا شریک ادنا شریک برابر شریک نداره خداوند جل جلاله. بیادرای محترم چی شد؟ این معنا و شاموزین قرآن شریف شد. آلی حضورتان چند توفه نبوی صورتان پیش میکنه. نبی کریم صورت مبارک میفرماید، رسول الله صلی مبارک میفرماید
یک بار صحابه کرام مبارک به حرم شریف جمع شدم. رسول الله صلی الله علیه و فرمود بیایید که ما ثلث قرآن به شما میخوانم، یعنی 10 سپاره قرآن به شما تلاوت میکنم. میگه رسول الله صلی الله علیه و مبارک برآمد از خانه، قل اولای شریف خوان، پس به خانه رفت. پس از چقدر وقت پس برآمد. ما گفتیم که باشه 10 پاره برای ما میخوانم. رسول الله صلی الله علیه و فرمود ای صحابه، کسی که قل اولای شریف خواند بلکه او ثلث قرآن خواند. قل اولای شریف خواندن اینقدر ثواب داره مثل که آدم 10 سپاره قرآن بخونه، 10 سپاره قرآن بخونه. بعد نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک فرمود در حدیث پاک مبارک جامعه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک می فرماید کسی که یک بار اخلاص شریف قل اولای شریف خواند گویا که این آدم یک حصه قرآن خوانده، 30 حصه قرآن که به 30 حصه تقسیم کنی، یک حصه قرآن خواند کسی که یک بار قل اولای شریف. این چی میکنه؟ یک صحابی مبارک آمد، یک صحابی آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و بسیار فقیر است، از گشنگی بسیار به من تکلیف است او نادار است و چیزی ندارم. رسول الله صلی الله علیه و فرمود وقتی مظاهر حق جلد 4 صفحه 104 مبارکی واقع را نقل میکنه و رسول الله مبارک فرمود وقتی که تو به خانه میری تو سلام بنداز، یعنی سلام آقا السلام علیکم. اگر کسی نبود به سر خود سلام بخوان السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. وقتی که به اتاق درون میشی قل هو الله احد الله الصمد اینا یک بار بخوان. تو نه میگم همسایه تو هم خلاص فقر نگاه میکن. یک بار قل اولای شریفه که به خانه درون میشی به خانه درون میشی یک بار قل اولای شریفه بخوان چی؟ تو نه بلکه همسایه تو هم خدا از فقر نگاه میکن. بیادر محترم در حدیث پاک مبارک دیگه آمده رسول الله صلی الله علیه و فرماید کسی که روزی 2 بار قل اولای شریفه بخوانه خداوند جل جلاله اونو را در جنت فردوس جای میده. در حدیث پاک دیگر آمده رسول الله صلی الله علیه و مبارک میفرماید کسی که 2 بار قل اولای شریفه خواند در روزی 2 بار قل اولای شریفه خواند خداوند جل جلاله از 50 سال گناهش میبخشه و 1500 نیکی برای از نوشته میکنه. مظاهر حق شرح مشکات مبارک صراحت در حدیث پاک مبارک آورده. در حدیث مبارک دیگه آمده رسول الله صلی الله علیه و مبارک میفرماید کسی که قل اولای شریفه 3 بار خوانده، کسی که قل اولای شریفه 3 بار خواند چی معنی؟ اینو کل وحی را خواند. چیزی که از خدا وحی شده گویا مو کل وحی را تلاوت کرد. کمی قل اولای شریفه کسی 3 بار خواند. ای قربان تان شوید با خدا قیامت است. در علما فتنه، در ورا فتنه، در حکومت فتنه، در کسی هست که در اون فتنه نیست. الله خدا ایمان ما و شما را نگاه کنه. بیادر ای علامه قیامت است. او برادرم، او قربان، او همشیره، او مادر، برای خدای که زندگی نیست که ما و شما بگویم که خیر است یک 50 سال ما بدعملی بکنم گناه بکنم با توبه بکشم. نه، عمر به انتهای قیامت رسیده به خدا بسیار قصه خراب است. بیا که همین تلویزیون دور کو قربانت شوم بیا همین قل اولا را بخوان با جای ازی که او شو خواه میشی که خانه چطور باشه؟ از انوار خدا پر باشه، از نورانیت خدا پر باشه. یقین کن من کسی را اینجا یک تقریب کرده بودم، یک رفیق بود شدیدم باشم بگو که ما این ختم قرآن شریف شروع کردیم. ما با ضد تلویزیون که در خانه ما بود ما درامه هندی و دیگر را میدیدیم یا پحشا را ببینیم یا فتنه و فساد را ببینیم بجای از او خوبتن خواهر و همشیره و برادرزاده کلگی را جمع کو یک چند لوبیا پرد و قل هو الله احد الله الصمد 1000 بار با کل خانه
یعنی ما از مشکات مبارک قسم با خدایی که بر شما میخوانم والله اگه حدیث پدر ما باشم والله از جد ما باشم با خدا اگر یک فیلسوف باشم والله این حدیث رسول الله با خدای کتاب حدیث است شرح مشکات است رسول الله فرموده حدیث رسول الله سلام است او برای خدای طور ملایم پیدا شده دو جلعه از مجدد موی شاگرد ما تو میگم ما نمازی علی ختم میخوانیم پشتی از اون دین روز رفته گفته خلوله را به ما نشان بده که شما میخوانید در کدام کتاب است بر او محترمان بخی برای خدا او محترمان تو بگو خواندن قرآن ناروا این دشمن خدا نیست این یهودی این نصرانی است این از کجا آمده شکلش از ملا ریشش از ملا با خدا توبه بکشید توبه برو ما میگیم که مردم خدا با حاشی گم شود و جای از این به خدا یک کانه غیر کامپیوتر غیر فیلم غیر پخشا غیر بی‌حیایی دیگر چیز نبود یک خورد دخترک خانه امامت چند روز بود همون چاچا امام این ختم مبارک میخوانه و قربان و جان قربان دیگه وقت ما رفتم او با اتاق آمد گشتان گفت تو بیا گفت اینی اتاق ما جور کردیم در اونجا تصویر بود اونجا خسته خورما بود گفتم کلی چای مالی خلوله را میخوانیم وابی خدا تو را علاق کنه همین تلویزیون فحشا را که گم شد همین قرآن را تو بریسی بگی که خلوله را با ما دلیل بیاد که در کجا برای خدا شما میاد با یک چوپانم برو که خلوله خواندن ناروا برای خدا حدیث رسول الله یک حدیث نیست بس صدها حدیث ایزی موجود است صحابی میخوان کل عمر میخوان یک صحابی چی بود یک صحابی که نماز میخوان الله اکبر وعلى الضالين من قل هو الله الله اسمان ما می کل نمازا با می قلولا میخوان پیش امام صحابه بود یک 10 نفری سریع بود از دوی امام بود بعد می قلولا شریفه میخوان دیدم بظاهری حق نقل کرد و صحابه آمد به رسول الله شکایت بود یا رسول الله اینی خود که همی نماز میدن قلولا را میخوانم همی که نماز میخوانم قلولا را میخوانم دیگه چیز دیگر نمیخوانم رسول الله فرمود چرا؟ گفت یا رسول الله سلام این صفت رحمان است من این را بسیار دوست دارم رسول الله چی فرمود؟ المرء مع من احب کسی که چیزی دوست داره با مرایمون می باشه باز پشتش خبر روان کرد گفت بلی نمو صحابی بگوی که تو هم خدا دوست داره نوی تو زمانه قیامت نیست برای خدا دین رو در این مسجد رفتن که با تو با ما دلیل همیان که می قلوها ختم شما می خوانید در کجا الله همی حدیث رسول الله نیست که من می خوانم نی زمانه فتنه و عذاب پر است با جایی که تو می رفتی کسی را میگی قلوها نخوان دشمن خدا با یک جوان می گفتی که میلوت فیلم نبیبیه قربان می موری سبا می موری با آخرت میری باید از قبر میری یا بچه برو این دعوت بکن یک آدم از سود من نکن یک آدم از فحشا من نکن یک آدم از رشوت من نکن و جایی که تو پشت قرآن شدی که بیادرهای محترم خب ما این تقریر را به پشتو کردیم بیادر خب ما شکر الحمدلله اینی پشتوست ای پارسیبان ما اینی تقریر امروز کردیم یک جای خب بسیاری تقریر من دوست دارم امروز با پارسی کردم که بیا بیادرهای پارسیمان خواهرام شهرام برسم او با خدا شیشته باشم من بمانم و قلولا میخوانم خدا من را به ای ببخشم نعره تکبیر الله اکبر بیادرهای محترم مسئله ای است نبی کریم صلی الله علیه و مبارک میفرماید کسی که دوباره قلوله شریفه بخوانه خداوند جل جلاله از 50 سال گناهش میبخشد و 1500 نیکی برایش نوشته میکنه در حدیث مبارک دیگه آمده رسول الله صلی الله علیه و میفرماید کسی که 3 بار قلوله شریفه بخوانه این کل وحی را تلاوت
تلاوت کرد، کل وحی را تلاوت کرد. در حدیث پاکی دیگر میاد بر صحابی مبارک میفرماید این از فقر و مسکنت چیز که حد میکنه. رسول الله صلی فرمود کسی که به خانه خود داخل میشه، وقتی که به خانه داخل شد در مابین خانه خود بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد 3 بار خوان، 3 بار میگه از هر محتاجی و فقری نیده خدا نگاه میکنه، از هر فقر و نجات. چقدر خوب مطلب نه خدا کلام نعمت نیست، بسیار کلام نعمت است. بیادرای محترم بخیر تا که سال دیگه که زنده بودیم این مولود میایم که یک قلوله با خدا روان کنیم که خزانه های ما پر باشد، عملنامه های ما پر باشد. با ما دعا کنید تو نه که اما بی عمل مانده باشم شما خوانده باشید. اون ملا ربیبی اون با پولیس پیرا تفتیب به دوزخ رسید، خدایی طور نکنه. نو خدا به خاطر این مجلس ما با ما نشین کنه که من بخوانم. نو بیادرای محترم نو چی؟ کسی که 3 بار بخوانه نو خدا از هر فقر و احتیاجی او را چی میکنه؟ نگاه میکنه. حدیث پاک دیگه میاد رسول الله صلی مبارک میفرماید کسی که 7 بار میخوانه. ما از حدیث پاکی را جمع کردیم، سر ما کتاب نوشته کردیم مکمل. آنی بخیر که یک کسی پیدا شود پیسه حلال یا با جیب ما یا را جیب دیگه کرد. خب با سودخور چاپ نمی کنیم با پیسه سود و حرام. بخیر حلال پیدا شد که را چاپ کنیم بخیر فهمیدی دعا کنیم بخیر. نمان مزارت چی شد؟ کتاب ما سریعی نوشته کردیم بسیار دوازم خانم با شما مو خلاصه ایشتا میگو. نو حدیث پنگویه که کسی 7 بار پس از نماز جمعه قلولای شریفه بخانه. 7 بار پس از نماز جمعه 7 بار قلولای شریفه بخانه او صورت یک قلوزو بره بالفلق بخانه قلوزو بره بالناس. و تا دیگر جمعه خدا از کل بدی ها این آدم نگاه میکنه، از کل بدی ها و تکلیف ها و مشکلات خدا این نگاه میکنه. حدیث پاک دیگر میاد رسول الله صلی مبارک میفرماید کسی که 10 بار قلولای شریفه بخوانه 10 بار قلولای شریف بخوانه خداوند یک قصر عظیم را برای جنت تیار میکنه با 10 بار خواندن قلولای شریف. در حدیث پاکی دیگه که شرح مشکات مبارک نقل کرده مظاهری ها او نقل کرده که کسی کسی 30 بار قلولای شریفه بخوانه 30 بار قلولای شریفه بخوانه و دمی روز کیا این روز از این کده خوب آدم بلکل سر زمین نیست غیر از او آدمی که از این آدم زیاد بخوانه. از این کده خوب آدم دیگر نیست دمی روز در زمین. حدیث پاکی مبارک دیگر میاد در 50 بار حدیث پاک جمع کرده. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماد کسی که 50 بار قلولای شریفه بخوانه خداوند متعال گناه 50 سالش معاف میکنه، مغفرت گناه 50 سال برش میکنه. در حدیث پاکی دیگری میاد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میفرماید کسی که 50 بار قلولای شریفه بخوانه قلولای شریفه بخوانه چی میشه؟ وقتی که در قبر باشه ملک میاد چی میگه؟ یا مادح الله ای صفت کننده خدا با خدایی که مزه نمیکنه یا را بسیار مزه میکنه که آدم خدا اینطور ملک بیاید و با چی میگه؟ یا مادح الله ای صفت کننده خدا بخیز و برو به جنت. الله چی میگه؟ بخیز او برو به جنت، داخل شو به جنت. بخیز یا مادح الله او داخل شو به جنت. در حدیث پاکی دیگر میآید بیادرای محترم این خزانه قسم با خدا جزا الله عنا محمدا ما هو اهله با خدا که ما احسان رسول الله را پورا کنیم. حدیثی رو خوب بسیار شنیده باشید که شما تا وقت کامل مومن جور شده نمیتانی که از پدر و از همه با شما پدر ما یک خدا یک کلشی با ما ورده میتن از خدا پدر ما ورده میتن بچه ما کدر پایده ما رسانده میتن مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم. در حدیث پاک میاد رسول الله صلی الله مبارک در تبوک بود با اون روزی که صبح
عجیب روشنایی میکرد. جبریل علیه السلام آمد، رسول الله مزید تعجب میکرد، ای جبریلو امروز آفتاب چی میکنه؟ گفت یا رسول الله سلام امروز معاویه ابن معاویه مزنی در مدینه منوره پاوت کرده، پاوت شده. گفت خب برای جنازه از او در یک روایت 2 صف در هر صف 6 لک ملائکه به جنازه از او آمده. به روایت دیگه به جنازه از او خداوند 70,000 ملک روان کرده که برای جنازه معاویه بن معاویه مزنی را بخوانید. یا رسول الله سلام تو میخوایی در جنازه از شرکت کنی؟ گفت جبریل علیه السلام با وزر مبارک زمین را جمع کرد. رسول الله سلام در جنازه معاویه بن معاویه مزنی حاضر شد. جنازه خوانده شد. پس از جنازه فرمود ای جبریلو چی سبب است اینقدر کرامت اینقدر عزت که معاویه بن معاویه مزنی را خدا داده؟ جبریل چی وجه؟ یا رسول الله جبریل یا رسول الله معاویه که میشست قلولا میخوان که میرفت قلولا میخوان در جای میشست قلولا میخوان غیر از قلولا دیگه وظیفه هیچ نبود. به سبب قلولای شریف 6 لک 70,000 ملائک برش آمد. و در این حدیث فرمود که یا رسول الله سلام کدام امتی تو که 50 باری قلولای شریف بخوانه خداوند 50,000 درجه بلند میکنه و 50,000 بدیش معاف میکنه و 50,000 نیکی برش نوشته. مظاهره هم شرحی بشکار با خدایی از مولودای شریف این مسکت کدی خود نگاه کنید بخیر که باز محشر کل ما جمع میشیم بخیر روی میدان محشر باشه یا در کله به چی برشید؟ امروز که قلولا تکریب شد و معشور شروع کردم بیره ما را به قلولای شریف بستید، ما به قلولای شریف گناه ما را معاف کرد. خدای ما را به قلولای شریف بخشید. خدا نصیب باشد. برادرای محترم در روایت دیگری حدیث علی کرم الله وجهه مبارک است. در حدیث علی را عنه مبارک میاد علی را عنه میفرماید کسی که پس از نماز صبح بخونه پس از نماز صبح گفت نزنه متصل نماز 70 بار قلولای شریف بخونه. این حدیث مبارک چی هست؟ حدیث مبارک مظاهره هم حواله ترمیزی داده نقل کرده مبارک که کسی 70 بار قلولای شریف بخونه از 50 صدیقین عملش با خدا ملائک بلند میکنه. از 50 صدیقین عمل 50 صدیقین از این آدم با خود نور خدا میبره. یا ربی یا ربی. سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب اله العالمین محمدی بشیر نذیر هاشمی مکرمی عطوف الرؤوف من يسمى بأحمدی. نعره تکبیر. الله اکبر الله اکبر. برادرای محترم 70 بار رسیدیم نه؟ انشاءالله به 1000 میرسانیم دیگه دعا میکنیم پیسه مبارک ممکنه ولیکنه مبارک دستری که خیر بی مردم کرباغ ما شما مقتدی کیست میشناسی پیش ما میخود ما شما مقتدی عقیده کیستیم و علیکم بدین العجایز دین پیرهای خود را یعنی چی مانا و کلانهای خود را کلانسالهای خود را قایم کنید آخر زمان. کلانسال ما کی بود؟ ما خوینم مقتدی کاکل مومی سبستیم از اون میگرده دشمنای از او را قبول میکنید با خدا کسی که مولوده بدعت یا گناه میگه دشمن همین کاکل مولی ما مقتدی از دوستیم الحمدلله پیرست شکر این خاندانش اینطور کسی هست که با ما قال رسول الله میگه والله ما به این فخر میکنیم الحمدلله. این فقط ما هست شکر الحمدلله علما خدا ما شما را میابل سر مبارک شما شک داشتیم نعوذ بالله بدعتی بود و گناهگار بود و خبیث بود قسم با خدا که کل وابیا را چکنی بسازی اگر با خاک از او برد. اگه آخوندایت مبارک مولانا نجم
دین تا بیراتی بود. خوشتان باشه. خدا ما و شما را از این فتنه نگاه کنه. آمین. اما مو عقیده خود شکر. ما از او فرزند افغانستان همون فرزندش هستم. کدام عقیده را که برده اونو قسم با خدا اونو عقیده را پس آوردیم. ایمان خدا، عقیده خدا، عمل خدا نفروختیم. و مو عملیم. بلکه در بعضی جایم که مناظره میشه تو چی میگی؟ ما بیادر ما چی نمیگم. هرچی مدرسی ما با مذهب یک مدرسه نیستم. که ما با این مذهب یک مدرسه شم. ما با مذهب امام صاحب هستیم. چیزی که عقیده علمای افغانستان بود با مو زندگی، با مو مردن، با قبر رفتن. بس این عقیده ما. نبیادرهای محترم رسول الله صلی الله مبارک می فرماند یفتاد 100 بار که کسی قلوله شریفه بخوانه 100 بار که قلوله شریفه بخوانه 100 بار که بخوانه رسول الله فرموده این حدیث ترمذی مبارک است مظاهره حق نقل کردن کسی خفتن وضو کرد و جای خدا آمد و پهلوی راست استراحت کرد و 100 بار قلوله خواند ای قربانی تو خدا ای قربانی تو مولا چه خوب خدای ماستی خود والله بسیار خوب خدای ما شماستی خدا ما چی محتاج است که ما قلولای شب خانم یا نخانیم خوب خدای ماستی میگه به این بنده ای که میموره و قیامت میگه در قرآن چی میگه ای بنده ما بیا به طرف راست به جنم داخل شد با پهلوی راست قلوله رو میخواندی با پهلوی راست قلوله رو میخواندی بنده من برو به طرف راست به جنم داخل شد به طرف راست با پهلوی راست به طرف راست به جنم داخل شد خوب خدای ما سبحان الله سبحان الله سبحان الله میادرای محترم در حدیث مبارک دیگری نقل می شود نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که 200 بار قلوله شریف بخوانه خداوند متعال گناه 200 سالش معاف میکنه شارح مشکات مبارک نوشتن که همی 200 سال عمر امتی رسول الله کو بسیار والله را مگه کجا باشد این چطوری حدیث است او گفتن مراد از این چی معنا مراد از این یعنی بسیار گناهش معاف میکنه بسیار گناهش میبخشه مراده از این حدیث تشریح کرد بیادرای محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرموده جبریل علیه السلام آمد بسیار خوشحال بود و چی میگن یا رسول الله سلام علی الاعلا به تو سلام میگن ذات کبریا به تو سلام میگن خدا جبریل سخن چیست خدا جل جلاله میفرماید حدیث قدسی کدام امتی تو که در روز زازار با قلوله خوانده باشد او با ما بیاید اول برایش نشان میدهم نشان توحید برش میدهم دوم او را به عرش خود نزدیک میکنم سوم از 70 نفر بود اینطور گناهگاری که واجب جهنم باشه به شفاعت از این خلاص میکنم چهارم اگر کل نفس ذائقة الموت نگفتم این را نمیکشتم همونطور زنده میمونم این حدیث رسول الله یا حدیث پدر معلم است که از قلوله مردم من نمیکنه برای خدا نه این را نمیکشتم همونطور زنده میماندم در حدیث پاک مبارک دیگر میآید عجیب حدیث است بیادران شما بخیر قایدی عجیب از شما میخوانم شما از این حد شروع کنید بخیر باز به هزار خدا ایتو میرسانه که بسیار بحثانی ما چلی سبسه رو یاد میتونم خود بیادرهای محترم عجیب واقع است خود یک مجذوب اونو آدم میگه که آخرت سعید و غالب شده باشن بیخی طور که دنیا بازو نمیاید اینطور ایره مجذوب میگه یک مجذوب بود ما گفتیم مجذوب جان و ما خو یک ذره دعا کن بود خود دعا کن خدا ما او بخشی اطلاع موری میبخشی ما او بخشی خدا ما او بخشی ما او بخشی بس خلا ما خدا تو را غرب کنه با ما دعا کن گفت
السلام چی میگم؟ میگه ای خدا ما او محمد مرا ببخش به دیگه کس هیچ کار نداره. الله ولا می بدو خون کتی رسول الله محبت خداش نی خود رسول الله رحمت للعالمین رسول من ده خود خفر نمیکنه چی گفت؟ گفت بی کوچی را به رحمت خدا را اینطور خورد کرد که خدا گفت مرا گفت دیگر را نگفت نرساف صحابه را خشاد کرده اومد که خدا خفر نمیکن نو بیادرهای محترم نامتون خدا به باد نصیب ما شما کنه که و ما دعا کنی بخیر رسولتون در حدیث پاکی دیگر میگه 1000 باره در 1000 بار قلوله شریف میگه کسی که 1000 بار قلوله شریف بخوانه حدیث پاک میگه از 1000 اسب بار کرده شده 1000 اسب بار شده در راه خدا در راه جهاد که فی سبیل الله بدهد از او کلام قلوله بسیار قیمت الله مظاهره ها صفحه 107 تا 106 این را نقل کرده مبارک همین حدیث پاک نو بیادرهای محترم حدیث پاک یک دیگر حدیث محمد این را ما شکر امثال ما میخوانیم و شما بخوانید و شما نشان بکنید وقتی که روز عرفه بیای عرفه پس از نماز پیشین آدم بشینه 1000 بار قلوله شریفه بخوانه این مظاهره حق نقل کرده یه حدیث پاک او با خدا کدام سوال کنه خدا سوالش قبول کنه کدام سوالی که از خدا بکنه خدا سوالش قبول میکنه که آدم 1000 بار در عرفات شریف 100 بار آمده در حدیث پاک که در عرفات 100 بار بخوانه خدا سوالش قبول میکنه ما پر سال پیران سال در عرفات شریف الحمدلله تا یاره 20 یا 21 نفر اکثرش از کربار بوده موجه جمع شده بودیم این را به شریک میخواندیم والله آدم 30,000 یا 40,000 بار خواندیم و دعا کن بخیر خداوند ما را به قسم با خدا شیطان به بسیار خطا میشه او من در شیطانا که شیطان آزدم یک دعا کنم من را بسیار مزه داد دوست چیزا گفتم دوست سخنم خواهی قمزه به ما داد توبه خدا که چه قمزه بود که در جنتی میتونه مزه باشه یا نه همین که شیطان اول زده شما به روز دوم دعا میشه 30 بار دعا نمیشه این سنت طریقه همین شیطان زده یک دعا کردم طرف بیت الله شریف روی آوردم ما گفتم ای خدایا ای خدای من ای رب من خدا تو ابد تا ابد از من خفه نشی ای خدا تا ابد شیطان از من خوشحال نکنی الله بس اقمزه قمتو مای برای شیخا کل شب دعا کنه دعای دو نکته ما سرش دور از بخیر مای دو نکته دعا بسیار زورآور دعا خود نبیادرهای محترم شیطان قطره میشه با خدا خود قسم با خدا که در خانه را تو شروع کن شیطان در خانه تو نمیدره قطره میشه خب باز عجیب چل شد همونجا که کرباقی هم اکثر کتی ما بود اکثر کتی ما بود همونجا او خط مبارک کردیم قسم با خدا بیادره که مدینه منوره رفتم نه مدینه منوره در مدینه منوره خواب دیدم اینی جای ختمه که ما ختم میکردیم اینجا با خواب میدیدم برای ما اگه باز خواب دیدم یا ندیدم حکمی اومد یا رسول الله و پایده برش برسم اما اگر یک خواب ندیدم خیر است توکل تو علی الله اگر این خوابا رو کسی نمیگم مالی مدینه طیبه خواب از تو اینی جای عرفات با خواب میدیدم کجا که قلولا میخوادیم قسم با خدا اینطور استراحت بودم در می عرفات همین دست اینطور زدم یک شمشیر اطلاع برآمد این شمشیر تو گرفتم قسم با خدا این شیطان مثل کیک والی تو که میدادم کیک والی مو که کدام میدان اینطور کیک والی میدان میشینی تو میدان الله این چی بود کرامتی ما نه کرامت قل هو الله احد قربانش اونه نبیادرهای محترم قلوهای شریف مبارک بروز عرفه کرد بخانه بروز عرفه کرد بخانه خداوند جل جلاله 1000 ما میگه دعایش قبول میکنه و در آخر یک کتاب کشف الاسرار با امرای ما هست خدا دیگر در کتاب ها منتظم کشف الاسرار در اون بسیار فضایل صورت ها و چیزا را آورده
کعبه این پایه باشه این تو 12,000 رکن است. میگه از یک رکن تا دیگر رکن 3,000 دشت است. در هر دشت میگه 70,000 ملائکه در هر دشت 70,000 ملائکه. همین کل ملائکه وظیفه چیز خبر دارید؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همین کل ملائکه تو حساب کو کامپیوتر حساب کردن. همین کل ملائکه این وظیفه است. باز کدام بنده خدا که در روزی 1000 بار قلاله را پوره کنه وینی ملائکه چی میگه که یا ربی همی ثواب ما را به اینی آدم کنی. خداوند نصیب ما و شما کنه. امی دو چیز هست. اشرف علی تانوی نوشته میگه پیر کامل درود شریف است. اگر کسی میتانه که یک جای برای یک مرشد کامل پیدا کنه ضروری است. میگه اگر پیدا نکرد یک مرشد کامل که اسی درود شریف است. بس یک دوم میگه با جلال هم ضرورت است. وظیفه جلال چی است؟ قل هو شریف است. کسی که به این مداومت کنه گمان نکنه که به غیر ولایت خدا بموره. ضرور انشاءالله ولی خدا میاد دنیا می که دنیا میره ولی خدا میموره. ما برای ازی در حرم نبوی رسول الله صلی الله علیه و یک نقشه جور کرده بودم. در حرم شریف نقشه که شکر الحمدلله با هزارها مردمی وظیفه را میخوانند. شما مگه میخواندید؟ اینطور بخوانید. پس از نماز صبح یا کدام وقتی که فراغت باشه 100 بار قل هو شریف 100 بار درود شریف صلی الله علی النبی الامی. در حدیث دارمی مبارک میآید یه شفا رسول الله میفرماند صلی الله علی النبی الامی 100 بار صلی الله علی النبی الامی 100 بار و قل هو الله 100 بار روزانه. شب جمعه که میآید قل هو شریف 1000 بار این درود شریف 1000 بار و خدا شما باز ببینید که چی معامله میشه. دنیا و آخرت خدا